بله خانده داشت. سلام. کجا رفته بودی؟ بازم رفتی توی حیاط به هوای اون پسر جمشید گوسالکو شهوازی ها؟ یک بار دیگه با اون حرف بزنی همچی میزنم گردنت بپره. فهمیدی یا نه؟ خانده داشت مگه اون کیه؟ بیا بالا بیا شانی منو لگت کن از دست بلند خودشون کردن. سرش کنن. آدم قحطی که با اون دمخور بشن همش بو گوشت و دنبه میده. اوه پس تو بوی گوشت دنبه شنیدی ها؟ خیلی خوب. اصلش میدنی چیه؟ تو تازگی ها خیلی بی‌حیا شدی، سر گوشت میجنبد. فهمیدی یا نه؟ تا یک کلکی دست من ندی یا بالاخره باید یه کاری بکنم تو رو برن خانه شوهر راحت بشی. یه باش اونجوری فشار ندی بی صاحبه. بیا والا روی چرخر من. تو رو خدا خانده داشت حرف شوهر رو نزنین که هیچ خوشم نمیاد. اوه نفهمیدم چی شد؟ حالا دیگه زبانم در آوردی. خدا از اون ته دل تو بشنود. میگی چی؟ من گی نمیتوانم تو رو ترشی بندازم گی ها؟ با این